امروز هم با یک جلسه دیگه و یک موضوع بسیار مهم در ساختار جملات زبان آلمانی با هم خواهیم بود. مبحث بسیار مهم صفات ملکی در جملات آلمانی. برای این منظور میایم با یک مثال شروع میکنیم. معادل آنچه که در زبان انگلیسی اون را مای میشناختیم به معنای متعلق به من، حالا در آلمانی میتونه در جمله به 6 صورت یا وضعیت دیده بشه و همه اینها بستگی به این داره که این کلمه به معنای متعلق به من، این که آیا قبل از اسم خنثی بیاد، قبل از اسم مذکر یا مرد بیاد، قبل از اسم مؤنث یا زن بیاد و یا اینکه در جمله قبل از اسامی جمع قرار بگیره. و موضوع اینجا تموم نمیشه. در ادامه باید حواسمون باشه که این صفت ملکی در چه جایگاهی از جمله قرار گرفته و جمله دارای 4 جایگاه: فاعلی، اضافی، مفعول با واسطه و مفعول بی واسطه می باشد. در ویدیوهای آینده تک تک این موارد را با مثالهای بسیار ساده و آسان یاد خواهیم گرفت. مشوق ما در این راه لایک و سابسکرایب شما خواهد بود و اگر این ویدیو مفید بود آن را با دوستانتان هم به اشتراک بگذارید. خدا نگهدارتان.